رحیم پروداکشن. ای فصل نگه کن ایره بی ای برگبین ای وقتی عشق شده ای عشقا برای تک تک درخت بگرده ای تقدیران بپسه ما چیکار میکنم؟ مردکی ای افتگیم و ای گریفتگیم همین میایه زنک من تو یه چی آوردم ها مردک جان چی آوردی؟ ساسیسکا آوردم میگه چوپا چوپ آوردم بلاش با یگان بلاوی آمدی مردم زن جون ابا ساسیسکا آوردی؟ نه تو دیگه هیچ نمیکنی نه ساسیسکا آوردم نه مرغ آوردم نه شکلات آوردم نه میگم کن شکلات کامپوت میوگی هیچ نآوردم زن جون دایی جسدم یعنی چه میگم دایی همه در بحر ما شوا من در تیرم ما شیدم اینا میتونه دید و گرانگیش گفتن دروغ میگم زنم یک خبری خش دارم یک خبری ناخش ای ناخشتر کنم یا ای خش نه همون خش اثر که همون فقط میای ای او گفته زنک جون نصرین نزدیک زنک جون جان یک چیت خریدم مرده خریدم میگم میفوردم خیلی همین دروغات های نه مردن باره دروغ نیستن یک چیت خریدم چی خریدی؟ بیا ای مردک جان سپشکه گفته که خریدی من خریب یافتی سپشکه با گفتی چی خری؟ تیلا مامی یک خوش تراکتریس شده ای با نخوام تیلا بخورم نقره گرفتی؟ ای شرمنده کدی نه تیلا نه نقره نه بیتری بریلیان چی؟ بریلیان کنیشانم بوده؟ نه سورپریز بریلیان به شوخی یا که شوخی کرده با دروغا گفته سیا؟ به شوخی گفتستم بریلیان تو خریدم فهم مردک اگر بریلیان خریده باشی که همین در خونه چی دوریه دارم که با پشت مایو میگردون مردک جان مادر تو در کنی دروغ گفته سیا مردک نه دروغ نگفتی اصلا زنم اکاز همین دامای روشه باید بیا مردک میخواستم پول بزنم میخواستم یه میخواستم چی؟ وفا نه همین رو گفته سبودم که بریلیان مردک دروغ گفته سیا نه بریلیان تو کرشیدم آخی انا مثلا جون همین بعد 20 سالی خونه دوری نه بگو ترا نقض دیدم مردک من ازدیوات داری؟ نه حبت آخی من تو دا عاشق شدم برای همون تو دا بریلیان خریدم نه خصوص نیستی نه شکفتی نمیخه شکفتی عاشق شدم رنگ گلی اناره از نزدیک عجب بوی داره جگر تا بخورم تخدا کی عاشق شدم زنک جون مردک میفرد بریلیان تا بتومه هم تشکیلی گرم بکن بریلیان تا تن تنوار تشکیلی میتومه تیاره رفتیم تشکیلی چون تقرمه آها مردک جان اینم میوگیارم آورد مردک ای زیره گل ندارم پنجر همه زنک جون در تبون برو همه پنجر ای سراسیمه گیه مردک جان یا سه پسکی خرما پسکی میشه خرما مردک هر قصه شدم هر قصه شدم گوش بریانو در توا با مزه خوشو با عیبه با مزه مزهش خیلی دوست انا 20 سال حیات زندگیم یکم برام خیال خود با مزه کردیم خوردم کیف کردم استراحت 20 سال دا من قچیده دیدم او مردک جان بگی میوگی اگام چی بگیره خرما را پسکی این ملیمه کرد مردک جان آخه همون خبر خشه بگو آخه
گفتم گفت بریلیاند خریدم بریلیاند خیلی نشونم بته نشون بتون این زنه افتابا خواری خشر رسون او خواری بد نمیپرسی که هر دوش نیچه با خوب و بد بفایم با بتون تا آخی این خبر تا بگی با بریلیانت هم آخی خیلی گازن آخی مردک جان گازن آخی خواری خشر گفتم دا جو خواری بد بگم ها بگو چی گفت خواری خشرش همه که زنه جان بریلیاند خریدم شکانسشت حالا خواری بعدش همه کی زنه جان ما شوخیت کردم چی؟ شوخیت کردم شوخیم کردی؟ من شوخیت کردم آخی مردک جان پیشترک بیا جوا ما بیا خوار خش دارم خواری خش داری؟ بگم تا؟ نه پیشترک بیا ده گوشت بگم گودکا ده قفای در دمدم گشته بودن نفهم پیشترک خواری خشه مایم شوخیت کردم ما دروازه بود هفته برای شما پیشنهاد مثلا تای چالت ببینم و کسب کارت ببینم و کشت کارت ببینم سانچه سوکه کنم بود این جوما مده خیلی چوکی کار دارم میبخشی مخلصان ببخشید درودی زیاد تماشابینان کانال رحیم پروداکشن امیدوارم صحتمند و پیروز و سلامت هستید پیش از همه به هر یکی شما تنی صحت در همیشه آرزو دارم حالا ما یکی از موضوعهایی که تمام توریستان و تمام ساکنان جمهور در اینجا آرزوی دیدارش را دارند در نورق قرار داریم خیر دیگر چیزی گفتنی ندارم باقی سخن به حضرت قوش رحیم پروداکشن یکی از خانم زیبایی که ماهتاب و آفتاب برای حسن این جنگ و جدال دارد این چنین جمشید جان شب و روز بیدار است زهرا متخلصی تارا خیلی محترم خوش سخن رو با محترم خوشحالی میکنیم خوشحالی احمد هزار رحمت زهرا باشی هزار رحمت اکر رحیم جان تشکر زیاد برای صحبت با ما دادن یک اکر صدقه چاو امو نوخر شده خیلی است که پراموی اثر کردی که ما نخریم میرم نه که ایمان دا اخصیز من اینا خدیم سبوی نگیرم حتی در وقت جنگ هم میخوری شوخی میکنن سلام و درودی خود را با تمام مخلصان حاجی خانده و مخلصان کانال رحیم پروداکشن میرسونم ما امروز بعدی سفر هنری به ولایت خرطوم و نویاوی ولایت خرطوم برگشتیم الان مانده شدیم در نزد بحر نورق استراحت داریم و مزگای خود رو کچت کرده استیم که برای شما مخلصا حجمای بهترین ایجاد کنیم اکا رحیم هیلا خچه قپیده است اکا با چی رکلمه کنه ساعت فویزه شروع میکنیم برادرها زنده باشیم هزار رحمت کلان این برای اون خاطر بود که خواستیم از رفت نوار برای شما کام باشد پیشنهاد کنیم و این کوشش ما برای کل مردمی که در مشکلات امنیتی هستند و مردمی که در کرانتین شدند از همه نویگری‌های تلویزیون میخوان که با خبر باشند و تماشا کنند از موسیقی بهترین رو برای شما انشاءالله هر شام هفته برای شما پیشنهاد مثلا حبیب آوازش خوبه لیکن چی نداره؟ سلوخ نداره خیلی این اپای زراجون اگه چی گفتنی؟ بعد بخشش زیاد یکان جای نواره نمیبریم مقصد چیست برای برادران عزیزه یکان چی گفتنی؟ گوش کنیم فقط درباره حاصل میگیم درباره مخلصان صنعت خودای شما هم را نگهبون گوشد فقط حاصل کسکای شما نه زرا بعد دروش اگه چکیش کنیم کسکای شما رو محمد اوای مخلصان نبینن که اپای زرا شیشه همه شیشه چی مرسی باکو هست که لیمونات هست که پیوایو
ای اخی 099 فوجش چی؟ 101 فوجش آوی زرداری گاز داره مخلصای عزیز و ارجمند تماشا بینانی